مشروع خبرها. فرهنگیان و گردشگران در ولایت هرات میگند که چشمه‌های آب گرم شفا و صفا از مهمترین جاذبه‌های گردشگری اند، اما امکانات مورد نیازی برای بازدید کنندگان در این ساحه وجود ندارد. آنان از مسئولان حکومتی خواستار بازسازی این جاذبه گردشگری بوده میگویند نیاز است تا مسئولان حکومتی امکانات برای سهولت گردشگری را به بازدید کنندگان فراهم سازد. از سوی دیگر مسئولان در ولایت هرات از تلاش‌ها بر بازسازی مکان‌های باستانی و جاذبه‌های سیاحتی سخن می‌زنند. همکارم عبدالرازق یوسفی گزارش می‌دهد. چشمه‌های آب گرم ولسوالی اوبه در هرات از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مهم این ولسوالی به شمار می‌روند که از گذشته‌های دور توجه مردم را به خود جلب کرده است. این چشمه ها که به نام صفا و شفا مشهور است به صورت طبیعی از دل زمین با حرارت بالا نشأت میگیرد که نه تنها زیبایی طبیعی دارند بلکه به باورهای عامیانه و داستانهای تاریخی زیادی در میان مردم همراه می باشد. باشندگان این ولسوالی میگن که چشمه های آب گرم در تمام 4 فصل سال دارای آب گرم تا 50 درجه سانتیگراد می باشد و سالهاست که مردم برای درمان بیماری های پوستی و استخوانی از این چشمه ها دیدن می کنند. میگم که از معدن گوگرده، یعنی کسی که میاد به چشمه پایین صفا میکنه به بالا به یک مریضی دانه دیگه مریضی واسه شفا میرم به چشمه بالا. دیگه یک ویژگی خاصی که خیلی داره میگم یک چشمه است به نام چشمه آب شفا که میگم هر مشکلی به پوست باشه، مثلا لکه باشه و مثلا مشکل به پوست باشه میگم اون مشکل حل میشه. چی هم مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ هرات میگن که آبدات تاریخی دیگر نیز در هرات پای روزانه صدها گردشگر را به این ولایت میکشاند. گفتنی است که چشمه های موسوم به صفا و شفا در ولسوالی اوبه در 100 کیلومتری شمال شرق هرات موقعیت دارند. تاریخ دقیقشان مشخص نیست، اما بر اساس روایت ها تاریخ بی‌پیشینه آن سبب شده تا گردشگران از آن بازدید کنند. باشندگان ولایت کندهار میگند که کمبود آب آشامیدنی صحی آنان را با مشکلات جدی زیادی روبرو کرده است. این باشندگان میگند که برای تأمین آب مورد نیازشان ناگزیرند فاصله های طولانی را طی کنند. از سوی هم به گفته آنان مشکلات اقتصادی توان خرید و تأمین آب آشامیدنی را از آنان سلب کرده است. در همین حال مسئولان در ولایت کندهار با تایید دسترسی نداشتن مردم به آب آشامیدنی صحی میگویند اداره آبرسانی این ولایت تنها 15% باشندگان کندهار به آب صحی دسترسی دارند، اما این اداره در تلاش تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم می باشد. انجینر نیاز محمد مسلم مسئول تکنیکی آمریت آبرسانی شهر کندهار میگوید که این اداره با همکاری نهادهای همکار پروژه‌های متعددی را روی دست دارد تا آب پاک را به تمام بخش‌های شهر کندهار برساند. مسئولان آمریت آبرسانی کندهار میگویند که در 3 سال گذشته برای 6000 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم کردند و هنوز هم برخی پروژه‌های نیمه کاره در حال اجرا دارند که با تکمیل آنها خانواده‌های بیشتری از آب صحی بهره‌مند خواهند شد. 4 تن در کاپیسا و ننگرهار در اثر غرق شدن در رودخانه‌ها جان باختند. در نتیجه رویدادهای جداگانه روز گذشته در ولایت‌های کاپیسا و ننگرهار 4 تن به شمول 1 زن و 1 کودک در آب غرق شدند و جان باختند. عبدالفتاح فائز سخنگوی فرمانده امنیه کاپیسا میگوید که روز گذشته مادری هنگامی که تلاش داشت کودکش را از غرق شدن در رودخانه گلبهار ولسوالی حصه اول کوهسان نجات دهد خودش نیز در آب غرق شد. به گفته فائز مادر و کودکش هر دو جان باختند. فائز می‌افزاید که جسدهای این 2 تن توسط نیروهای امنیتی و مردم محل از آب بیرون کشیده شده است. سخنگوی فرمانده امنیه کاپیسا همچنان میگوید که جسد یک جوان 19 ساله به نام شکیب الله باشنده اصلی ولسوالی سیاگرد پروان نیز که یک شنبه هفته گذشته در رودخانه صیاد غرق شده بود توسط نیروهای امنیتی از آب بیرون
بیرون کشیده شده است. در همین حال منابع محلی در ننگرهار میگند که 2 جوان هنگام آببازی در رودخانه‌های ناحیه اول جلال آباد و رودخانه بهسود جان باختند. گفتنی است که در هفته‌های اخیر موارد غرق شدن و جان باختن در رودخانه‌ها در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی امارت اسلامی از احتمال بارندگی‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید همراه با گرد و خاک و سرازیر شدن سیلاب در 14 ولایت هشدار داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی امروز در خبرنامه‌ای نوشت که این احتمال برای فردا یکشنبه پیش بینی شده است. بر اساس خبرنامه، احتمال بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در بدخشان، تخار، نورستان، ننگرهار، کابل، پکتیا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگار، سرپل، بامیان، غزنی و میدان وردک به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. ریاست هواشناسی میزان بارندگی را در این ولایت‌ها 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی کرده است. در خبرنامه آمده که در ولایت‌های شرقی، غربی و مرکزی احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. سرعت باد در بخش‌های مختلف بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. مولوی سخاءالله سعید معین وزارت معارف افغانستان از جامعه جهانی به خصوص کشور روسیه خواسته است که افغانستان را تنها و منزوی رها نکنند و در حل مشکلات سکتور معارف کشور همکاری کنند. بر اساس یک اعلامیه وزارت معارف، سعید در جریان سخنرانی در 3مین فرم بین‌المللی آموزش در کازان گفته است جهانیان باید درک کنند که افغانستان آرام، مترقی و دارای نظام آموزشی قوی به نفع تمام جهان می باشد. او کم بودن معاش معلمان، نبود ساختمان برای بیشتر مکتب‌ها، کتاب کافی و دیگر موارد درسی، لابراتوارها و مرکزهای تجربه‌های علمی را از عمده‌ترین مشکلات سکتور معارف افغانستان خواند. سعید از جامعه جهانی خواسته است که تمویل کنندگان بین‌المللی را تشویق کند تا در این بخش مسئولیت بشری و انسانی خود را ادا نمایند. این در حالی است که بر اساس معلومات مسئولان وزارت معارف در حال حاضر بیش از 11 میلیون شاگرد دختر و پسر توسط حدود 250,000 معلم به شمول 90,000 معلم زن در افغانستان تدریس می‌شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تنها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 632,000 مهاجر افغان از ایران به کشور بازگشتند. این در حالی است که بسیاری از بازگشت‌ها بدون طی مراحل قانونی انجام شده و مهاجران از برخورد نامناسب و شرایط دشوار در ایران شکایت دارند. فرامرز برزین سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از اول جنوری 2025 میلادی تا به 31 می بیش از 632,000 نفر از ایران به افغانستان بازگشتند. در سوی دیگر سازمان جهانی مهاجرت نیز از افزایش برگشت مهاجران افغان از ایران خبر داده و افزوده است که تنها در ماه می سال جاری بیش از 15,000 خانواده از ایران به کشور بازگشتند. پیش از این مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که تمامی مهاجران افغانستانی دارای برگه بازگشت به افغانستان تنها تا تاریخ 15 سرطان 1404 فرصت دارند خاک ایران را ترک کنند. روند توزیع پاسپورت برای متقاضیان افغان در سفارت افغانستان در ترکیه از سر گرفته شد. سفارت افغانستان در ترکیه در صفحه ایکس خود نوشته که پس از حدود 4 سال روند توزیع پاسپورت برای شهروندان کشور را دوباره آغاز کرده است. گفتنی است که پس از تحولات سیاسی ماه آگوست سال 2021 میلادی روند توزیع پاسپورت در سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای مختلف جهان به شمول ترکیه متوقف شد. با این حال در سالهای اخیر سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای منطقه به نمایندگان امارت اسلامی واگذار شد که در پی آن توزیع پاسپورت برای شهروندان کشور در آنها دوباره آغاز گردید. خبرهای خارجی تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها.
رسانه‌های ایران گزارش شده که در ادامه تنش‌ها اسرائیل 4 منطقه در استان آذربایجان شرقی را هدف حمله قرار داده و صدای چندین انفجار در مناطق مختلف به گوش رسیده است. به گفته خبرگزاری فارس امروز صدای چندین انفجار از شهر خرم‌آباد نیز شنیده شده است. در همین حال کرمانشاه در غرب ایران نیز در تازه‌ترین موج حمله‌های هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته شده است. مقام‌های رسمی ایران تا اکنون درباره جزئیات این حمله‌ها یا تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند، اما خبرگزاری هرانا در ایران گزارش شده که در حمله‌های اسرائیل بر ایران که 12 ولایت این کشور را در بر گرفته، در کنار زیرساخت‌های نظامی، بخش‌های رهایشی و غیر نظامیان نیز هدف قرار گرفته شدند. به گزارش این خبرگزاری از آغاز حمله‌های اسرائیل بر ایران در بامداد جمعه تا اکنون کم از کم 678 تن کشته و زخمی شدند که در میان آنها 4 کودک، 10 زن و 1 امدادگر هلال احمر نیز شامل است. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که نشست سازمان ملل درباره راه حل دو دولت برای اسرائیل و فلسطین که قرار بود به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی برگزار شود، به دنبال حمله نظامی اسرائیل به ایران به تعویق افتاده است. بر اساس خبرنامه این نشست قرار بود از 17 تا 20 جون برگزار شود، اما دو منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از حمله‌های اسرائیل به ایران برگزاری این نشست به دلیل مشکل‌های لوجستیکی برای کشورهای منطقه امکان پذیر نبوده است. حال هم وضعیت آب و هوای فراه و چند ولایت حوزه غرب کشور. آسمان امروز فراه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایینترین آن 27 درجه سانتیگراد. فردا آسمان فراه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایینترین آن 26 درجه سانتیگراد. آسمان امروز هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایینترین آن 23 درجه سانتیگراد. فردا آسمان هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایینترین آن 21 درجه سانتیگراد. امروز آسمان بادغیس آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایینترین آن 15 درجه سانتیگراد. فردا آسمان بادغیس آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایینترین آن 16 درجه سانتیگراد. آسمان امروز غور آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین آن 8 درجه سانتیگراد. فردا آسمان غور آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین آن 9 درجه سانتیگراد. امروز آسمان نیمروز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایینترین آن 28 درجه سانتیگراد. سرانجام فردا آسمان نیمروز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایینترین آن 27 درجه سانتیگراد. جانی سپاس از توجه و همراهیتان به سرویس خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.